سلام. چند وقتیه که نظام ولایی با کلی شیپورچی و علم و کتل یه شوی جدیدی رو انداخته که میخوایم دشمنان دیرینه نظام رو با یک تأخیر 40 ساله به طور غیابی محاکمه کنیم. سناریوی این بار هم با کلی ادا و اصول بی‌طرفی اجرا میکنن که من مثلا بی‌طرف فقط بر اساس اسناد قضاوت میکنم. قشنگم معلومه که قبلش کلی روی این سناریو تمرین کردن. لطفاً به احترام تشریف فرمایی هیئت رئیسه ارجمند دادگاه قیام بفرمایید. اما اون چه که تکلیف دادگاه است رسیدگی به اتهامات. عرض میکنم فعلا اتهامات دادگاه با رعایت اصل بی‌طرفی و در جهت تحقق عدالت فعلا با اتهامات مواجه است. وای دیدید بی‌طرفی چطوری ازش شکه میکنه؟ سوئیس رو توی بی‌طرفی سوسک کرد. حالا بریم روز اول، سکانس اول، جمله اول رو ببینیم که این مارمولک اوپنینگ برنامه رو چطوری اجرا میکنه. اولین جلسه از رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی منافقین موسوم به مجاهدین خلق ایران. صبر کن دیگه جلوتر نرو. این همونی بود که داشت میگفت بی‌طرفی ها. بابا حداقل این همه پول خرج کردید، مثلا دادگاه و سالن و دوربین رو انداختید، بذار 2 دقیقه نمایش بره جلو. 2 دقیقه نقش خودتو حفظ کن. تو که همون دقیقه اول حکم نهایی رو صادر کردی. هنوز هیچ بحثی نشده، هیچی اثبات نشده، به متهم داری میگی گروه تروریستی. خب تو که حکم رو صادر کردی تنابه‌دارم میآوردی دیگه، وقت اون همه سیاهی لشکر رو نمیگرفتی، میذاشتی برن سر کارشون دیگه. اینا همه حجابان توی مترو و لباس شخصی و بسیجی هن، باید برن به مردم گیر بدن، چون تیپایی هم که آوردن توی دادگاه دست کم از اون قاضیه ندارن. بنده دختر شهید لاجوردی هستم، شهیدی که سالهای عمرش رو در مبارزه با منافقین سپری کرد. بالاخره شهید لاجوردی توانستند این قائله رو کور کردند و در حقیقت منافقین به همین دلایل از ایشون کینه عمیقی رو به دل داشتند. اصلا نیازی به دادگاه نداره پیش وجدان ما. از نظر مردم دنیا محاکمه لازم نیست وقتی ببینن این همه ترور و این همه قتل عام و کودک کشی و این حرف. اصلا محاکمه لازم نیست ها. پس از همون جمله اول این نمایش باطل شده، ولی خودشون اصرار دارن که خیلی دارن اصول رعایت میکنند. خب ما تمام اصول دادرسی عادلانه رو در واقع در این پرونده رعایت کردیم. اولین اصل در واقع این هستش که خب باید متهم، حالا هر کسی باشد، در هر جایی باشد، بتونه از حق دفاع از خودش برخوردار باشه. در جراید کثیرالانتشار در واقع تشکیل این پرونده رو در واقع به اطلاع متهمین رسوند. و این که میبینید نقش دبیر حقوق بشر رو بازی میکنه، خیلی هم سانتیمونتال شروع کرد. دادرسی عادلانه، وکیل مدافع، اطلاع رسانی به موقع. اما این گروهک در واقع ما مصمم هستیم که به این بیکیفی فرمانی پایان بدیم و اجرای عدالت بکنیم به هر طریقی که به صلاح بدونیم. تروریست‌ها از جمله منافقین نباید در هیچ کشوری احساس امنیت بکنن. آقا ماستار تو قیمه نریز دیگه، تو هم که خراب کردی. آخه تو که تو همه کشورهای آزاد جهان میخوای امنیتشون رو تهدید کنی، بعد مثلا ما باور کنیم که تو دادگاه‌های خودتون دنبال وکیل مدافع میگردی که یه موقع حقوقشون نقض نشه؟ پس این ژست و پوزهای اصول دادرسی و اینا نشون میده که یکی از اهداف این نمایش تبلیغاتی اینه که به طرف حسابهای خارجیشون بگن که ما خیلی اصول رعایت کردیم و درسته که متهمین ما رو تحویل نگرفتن، ولی ما براشون وکیل گرفتیم و حق انتخاب وکیل داشتن. از همین جایگاه به متهمین اعلام میکنم از حق دفاع خود و تعیین وکیل استفاده کنند. اتهامات و حق تعیین وکیل علاوه بر نشر آگهی به صورت پیامنگار برای اینها ارسال شده. مکرراً هم در هر 2 جلسه دادگاه این حق به اونها تذکر داده شده. الان دیگه حتما مطلعن از تشکیل دادگاه. همین الان هم
متهمین بخوان وکیلی رو برای دادگاه تعیین کنن و بفرستن، این دادگاه به جای وکلای تسخیری اون وکیل تعیینی متهمین رو میپذیره. و هم بالاخره ببینید این گروه تروریستی منافقین، این سازمان بالاخره برخی ارگان‌های رسمی دارد، اینها رایانامه‌هایی دارند، به تمام در واقع این مشخصات تماس اینها هم این اطلاعات و اطلاع رسانی انجام شده. یعنی داره میگه ما به مجاهدین التماس کردیم که آقا تو رو خدا ما رو جدی بگیرید و تو بازی ما شرکت کنید. رفته به قول خودش تو همه اکانت‌های رسمی مجاهدین، مثلا تو تلگرام به ادمینشون، تو توییتر دایرکت دادیم، به میل سایتشون پیام دادیم که بیایید تو این دادگاه وکیل معرفی کنید. مجاهدین هم از روز اول علنی جوابشو دادن، گفتن ما که میدونیم شما جر میزنید، ولی ما وکلای شناخته شده بین‌المللی داریم، اگر جیگرش رو داری اینا رو بپذیر. که بعد دیگه طرف افتاد به تته پته. متهمین میتونن همین الانم وکیل تعیین کنن، به دادگاه بفرستن. مهمترین عنصر در تمام نظام‌های حقوقی دنیا برای رعایت حق دفاع متهم آزادی در انتخاب وکیله. وکیلی که مسلط به قوانین در دادگاه باشه و دادگاه هم اعتماد داشته باشه به تسلط او. این دلیلیه که وکلا از بین کانون‌های وکلای هر کشوری در اون کشور انتخاب میشه تا بتونه به جهت تسلط و اعتماد بر اون تسلط از حقوق متهم دفاع بکنه. خیلی واضح داره میگه که اینجا نظام ولایت فقیه، یعنی مثل همون الگوی شورای نگهبان هست. شما میتونید وکیل انتخاب کنید، نه که نمیتونید، ولی از بین اون وکلای بسیجی که ما قبلش برای شما انتخاب کردیم. دیدید هی به خودش هم اشاره میکنه، میگه دادگاه باید اون وکیل رو تایید کرده باشه. یعنی میگه ما 5 تا پرتقال جلوتون میذاریم، میگیم شما آزادید هر میوه‌ای که خواستید انتخاب کنید. انتخاب شما برای ما مهمه. اینجوری. حالا از اونجایی که مجاهدین هیچ اعتنایی به این شامور تو بازی رژیم نکردند، اینا خیلی بهشون برخورد. چون دادگاهی که نه متهم توش حضور داره و نه وکیلی که خودش انتخاب کرده شرکت داره، دیگه ول معطله دیگه. تو خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی. این که اعتباری نداره، کسی اینو نمیخره. به خاطر همین از روز اول میخوان با سیوی وکیل تسخیری صورت خودشون رو سرخ کنن. با معرفی نشدن وکیل از طرف متهمان، 5 وکیل از طرف مرکز وکلای قوه قضاییه کار دفاع از متهمان را بر عهده دارند. و بعد از اون هم در واقع ازشون خواسته شده که اگر مایل هستن وکیل معرفی بکنن. خب بالاخره وکیل معرفی نکردن، وکیل تسخیری هم تعیین شد. تمامی اصول دادرسی عادلانه در واقع رعایت شده و این دادگاه هم سال به رسیدگی هست و از این جهت ما نگرانی نداریم. حالا از قیافش داره نگرانی میباره، ولی میگه ما اوکی هستیم. در حالی که سوالی که دائما از توی خودشون مطرح میشه اینه که این چیزی که راه انداختیم چیش دیگه شبیه دادگاهه. ازشون پرسیدم که به هر حال طبق قوانین بین المللی متهمان در دادگاه باید حق داشته باشن که از خودشون دفاع بکنن و قاضی باید بی‌طرف باشه. این خبرنگار تلویزیون خارج کشوریشونه که داره میگه اگر میخواید توی خارج خریدار پیدا کنید باید قاضی بی‌طرف باشه که دیدیم نیست و متهم باید بتونه از خودش دفاع بکنه که اینم صورت نمیگیره. پس شما دارید یک نمایش اجرا میکنید تو دکور دادگاه. حالا اونی که مثلا وکیل چه تیپیه؟ دادگستری از قانون وکلا درخواست میکنه که یه سری وکیل رو که متخصص هم معرفی بکنن. 5 نفر به عنوان وکیل متهم، البته یه تعداد زیادی معرفی شدن، 5 نفر رو خود دادگستری انتخاب میکنه و پرونده رو بهشون داد که انجام بده. خودش هم داره میگه که اونهایی که باب طبع این دادگاه بودن ما 5 نفر بودیم که قشنگ طبق همون سناریوی ولایت کار رو پیش ببرن. خیلی هم همسو هستن اتفاقا با قاضی. به وکلای تسخیری اخطار شد تا پرونده و کیفرخواست را مطالعه و ایرادات خود را به دادگاه اعلام کنند و نظر به اینکه ایرادی در مهلت مقرر واصل نشد، پرونده برای دادرسی کامل و جامع شناخته شد. افتای رئیس داره به نظرم خوب اداره میکنه، عادلانه است کاملا. بله، اون میگه ما کیفرخواست رو دادیم به وکلا، اونها هم گفتن خیلی خوبه، هیچ ایرادی نداره. اینم که داره میگه آقای رئیس خیلی دمش گرمه. این مثلا وکیل مدافع مجاهدینه که نقشش اینه که جلوی دوربین بعضن ژست و فیگور دفاع بگیره.
باید هر عنوان اتهامی که به موکل من وارده رو اعلام بکنن و پس از اون براش ادله بیارن. تفاوتی نمیکنه که موکل کی باشه، ولو اینکه سازمان مجاهدین خلق هم باشه، ولو اینکه مسعود رجبی هم باشه که موکل من هست، قطعا از تمام حقوق قانونیشون تمام قد دفاع خواهیم کرد. حالا مثلا فکر میکنید که چه دفاعی میخواد بکنه؟ ازش همین سوالو کردن که تو چطوری میخوای توی این دادگاه دفاع کنی که این جواب رو داده؟ فرض بفرمایید یک آدمی قتلی انجام داده و باید اعدام شود. حالا آیا درست است که این قاتل را در زندان شکنجه دهند، کتکش بزنند یا تحقیرش کنند؟ اگر محکوم حداکثر حکمش اعدام بود، اعدامش میکنند. ولی مازاد بر اینها اگر کسی قاتل را کتک یا شلاق بزند، آیا اینها شرعاً، عرفاً و قانوناً درست است یا غلط است؟ یعنی داره میگه من تمام تلاشم رو میکنم که فقط اعدامشون کنن، دیگه کار دیگه‌ای باهاشون نکنن. بعد یه همچین وکیلی شاکی هم هست که چرا مجاهدین باش تماس نگرفتن. ویژه اتفاق نیفتاد، من منتظر بودم موکلون تماسی ما بگیرن، تماسی هم نگرفتن. خب واضحه که این وکیل تسخیری و این شروورا در حد همین جوک و مسخره است، چون توی این نظام که وکیل مدافع اصلا معنی نداره. و در همه دادگاه‌ها بعد از انقلاب اسلامی چه حقوقی و چه کیفری طرفین حق دارند برای خود با هر درجه‌ای از اتهامات وکیل انتخاب کنند. ببین تو که قیافت نمیخوره که دهه 70 یا 80 باشی که بگیم دهه 60 رو ندیدی. در همه دادگاه‌های بعد از انقلاب چیزی به اسم وکیل وجود داشته؟ یه فلاش بک بزنیم دهه 60. ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرایم ضد انقلابی دارن و با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه میکنن. بنابراین در داخل زندان اوین بیشترین آمار از سازمان منافقینه. اما من نکته اینجا باید بگم، بلخص در این جرایم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن، چون بالاخره یه مقدار باید اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحانه علیه نظام تا وکالت از یک متهمی رو به عهده بگیره که بیاد ازش دفاع بکنه. پس تو سال 60 که 30 تا 30 تا و 40 تا 40 تا می‌بردیم پای جوخای تیرباران، اون موقع دنبال وکیل مدافع نبودید ها؟ اون موقع که توی به اصطلاح دادگاه‌های 5 دقیقه یا 10 دقیقه‌ای جوانای مملکت رو میدادید دم برق اعدام، نمیدونستید وکیل چیه ها؟ اینو که دیگه خود دشخیم حمید نوری بهش اعتراف کرده. در دهه 60 آیا یک متهم حق داشت وکیل مدافع داشته باشه در جلسه دادگاه؟ حقیقتش یادم نیست. در دهه 60 آیا آدم اجازه داشت خودش مدارک اثبات و شواهد ارائه کنه تو دادگاه؟ حقیقتش یادم نیست ولی احتمال میدم. یک جلسه دادگاهی چه مدت زمانی طول میکشه وقتی در مورد جرمای جنایی؟ من اطلاعات شخصی خودم رو میگم بر اساس صحبتایی که با زندانیا میکردم. از حدود 10 دقیقه میتونسته طول بکشه تا 1 ساعت تا 2 ساعت. اون زمانو دارم میگم. تو 10 دقیقه بحث تعیین تکلیف میشده وکیل مدافع کجا بود؟ یه سوال بوده، آیا اعتراف اجباری تلویزیونی میکنی علیه مجاهدین یا نه؟ نمیکنی برو اعدام. تمام. بعد چرا این مزخرفات وکیل تسخیری شما رو کسی تحویل نمیگیره؟ چون شما همونایی هستید که سال 60 وکیل واقعی مجاهدین رو فقط به جرم دفاع از مجاهدین اعدام کردید. اینهاش نشریه انجمن‌های دانشجویان مسلمان 27 آذر 1360. آقای محمد رضا خاکسار وکیل مشهور دادگستری به جرم دفاع از مجاهدین در گذشته در زندان اوین تهران اعدام شد. یعنی وکیلی که در گذشته، یعنی قبل از 30 خرداد 60 توی یک دادگاهی از مجاهدین دفاع کرده رو شما گرفتید اعدام کردید. بچه‌ها راه دور بریم. اصلا تو 60 و 67 هم وای نایستیم، تو همین دهه 80 و 90 تا همین الان شما دارید همین رویه رو ادامه میدید. چیزی عوض نشده که. سال 89 شما علی صارمی رو برای چی اعدام کردید؟ جعفر کاظمی، محمد علی حاج آقایی، چند سال بعدش غلامرضا خسروی. اینا رو به چه جرمی اعدام کردید؟ یکی رفته اشرف پسرش رو دیده، یکی اعلامیه پخش کرده، یه پولی که با زحمت خودش در آورده رو فرستاده برای مجاهدین.
همه اینا رو شما اعدام دادید. بعد اومدی اینجا ادا اصول حق دفاع و بیایید وکیل انتخاب کنید در میاری؟ جمع کنید این کاسه کوزه رو. تنها سوالی که میمونه اینه که پس اساساً این نمایش رو برای چی راه انداختند؟ چون اینکه هیچی شبیه دادگاه نیست. اصلا یه قلم سیستم فیلمبرداریش دوربین کرین آورده توی دادگاه. معمولا توی دادگاه تصویربرداری نمی‌کنند. اگر هم که می‌کنند یه دوربین مداربسته، دو تا دوربین ثابت. وقتی میری دوربین کرین میاری با بوم چند متری، یعنی می‌خوای فیلم تبلیغاتی درست کنی. یا اون وضعیت بیلبوردهای توی شهر در مورد همین دادگاه هست. انگار آگهی فیلم سینماییه. توی پوستر هم حکم نهایی دادگاه رو کلیشه کرده. یعنی چیزی به اسم دادگاه و دادرسی اینجا وجود نداره. پس سوال اینه که برای چی داری ادا اصول دادگاه رو در میاری؟ ما تا الان برای اعضای اصلی گروهک منافقین و برای سازمان تروریستی منافقین حکم قضایی نداشتیم. هر گونه پیگیری نزد محاکم کشورهای خارجی و نزد محاکم بین‌المللی مستلزم این هستش که شما ابتدا راجع به اون گروهک و فعالیت‌های جنایتکارانه اونها پرونده قضایی تشکیل داده باشید و احکامی رو در یک فرآیند دادرسی عادلانه صادر کرده باشید. پس این یک پیش نیاز است. وقتی که این کار صورت بگیرد دیگه برای کشورها کار ساده‌ای نیستش که همکاری نکنند. دیگه برای کشوری مثل فرانسه بسیار سخت خواهد بود، برای کشورهای دیگری مثل آلمان که بعضا منافقین اونجا هستن بسیار سخت خواهد بود که در واقع بازم بیان مقابله بکنن با احکام قضایی و همچنان از این گروه‌های تروریستی حمایت بکنن. ببین، مگه تو نمیخوای یک احکامی داشته باشی که توی خارج خرجش کنی و ازت بپذیرن؟ مگه نمیگی مدرک داری؟ که این کیفرخواست 729 صفحه است، یعنی کیفرخواستی است که در واقع بسیار جامع است و به تمامی ابعاد در واقع پرداخته در چندین فصل و خود این کیفرخواست در واقع فقط خلاصه نمیشه در همین 729 صفحه، چیزی حدود 6757 صفحه مستندات و ضمائم مکتوب دارد و چیزی حدود 1000 ساعت هم در واقع مستندات صوتی و تصویری است. خب باشه، 6000 صفحه سند داری، 1000 ساعت فیلم و صوت داری. خب مجاهدین مگه بارها نگفتن همه اون اسناد رو وردار، قشنگ برو بلژیک، لوکزامبورگ، سوئد، هر جا دوست داری، برو پیش یک قاضی بی‌طرف بین‌المللی، برو اونجا شکایت کن. مگه نمیخوای غربی‌ها رو تحت تاثیر قرار بدی؟ خب از چی میترسی؟ مگر اینکه خودت هم خوب میدونی که در همه تجارب قبلی که خواستی این کار رو بکنی، مثل پرونده 17 ژوئن با 1,000,000 صفحه اسناد و اراجیف آخرش شکست خوردی. یا مثل دادگاه حمید نوری جنایات خودت افشا میشه. پس به سمت این هدف اگر میل کنی گور خودتو کندی. اما دلیل دیگه برای برگزاری این دادگاه رو حداد عادل میگه. عدم آگاهی از جنایت‌های منافقین که به دلیل کوتاهی دستگاه‌های اطلاع رسانی و هنری و طی این سالها صورت گرفته است باعث شده تا قضاوت مردم نسبت به این جنایتکاران منافق سمت و سو بگیرد. هر حرکت فرهنگی که باعث شود ابعاد عملکرد و در عین حال ماهیت منافقین برای عموم مردم آشکار شود امری مهم خواهد بود، زیرا از گسترش تفکر این گروهک در جامعه جلوگیری کرده. پس رژیم یه مشکلی داره و اون هم گسترش تفکر مجاهدین در جامعه است. به طور خاص بعد از قیام 401 هم بیشتر با این مشکل درگیر شده و ایده این دادگاه هم همونجا شکل گرفته. برید این پرونده تحقیقاتش در واقع از سال 1401 آغاز شد. پس داره میگه اون وسطای قیام شروع کردیم این کار رو، ولی همین الان هم با این مشکل مواجهیم. فعالیت‌های تروریستی منافقین هنوز پایان نیافته، ولی فعالیت تروریستی اینها متوقف نشده. ما همچنان شاهد جنایت‌های تروریستی اینها هستیم. همین الان که من دارم صحبت میکنم ما چندین پرونده داریم راجع به اقدامات تروریستی که حالا بعضاً در واقع موفق بوده و یا در واقع اقداماتی که خنثی شده توسط نیروهای امنیتی ما و الان دارن محاکمه میشن از گروهک تروریستی منافقین و هوادارانشون در این پرونده ها. تو خود دادگاه هم به این درد ولایت فقیه اشاره کردند.
نماینده دادستان گفت کانون‌های شورشی که در اغتشاشات اخیر سال 98 و پاییز 1401 نیز فعال بوده در واقع ورژن جدید از ستاد داخله منافقین است. یکی از این به اصطلاح اتهاماتی هم که توی دادگاه علیه مجاهدین مطرح کردند باز وحشت از قیامه. تبدیل اعتراضات به اغتشاش از دیگر اتهاماتی است که در پرونده سازمان مجاهدین خلق به ثبت رسید. پس اون هدفی که بیشتر توی این نمایش دادگاه دنبالش هستند مقابله با موج گسترش یابنده فعالیت کانون‌های شورشی است که در هر قیامی در آینده هم میتونه تأثیر خودش رو داشته باشه. اما همونطور که خودشون اعتراف کردند که همه فیلم ها و کتاب ها و مستند ها و دروغ هایی که تا به حال علیه مجاهدین گفتند اثر نداشته، میشه پیش بینی کرد که این دادگاه هم سرنوشتی جز اضافه شدن یک شکست دیگه به سریال شکست های تبلیغاتی رژیم نخواهد داشت. وقت بخیر و خدا نگهدار.